صورت گرفته. شما هدفتون چه مخاطبایی بوده و الان مخاطباتون به طور مشخص چه کسانی هستن؟ عمده هدف من این بوده که پیوندی ایجاد بکنم بین دانش آموختگان و علاقمندان به مسائل اجتماعی در داخل کشور و خارج از کشور. این یکی از به اصطلاح اهداف ما که بتونیم حلقه ارتباطی رو برقرار کنیم. پل ارتباطی دیگر پل ارتباطی قشری است بین افرادی که صاحبان مراتب علمی و پژوهشی هستند در نهادهای علمی و دانشگاهی آموزشی و همینطور نهادهای علمی پژوهشی که به اصطلاح در موقعیت‌ها و مراتب علمی خاصی قرار دارن که امکان انتشار مطالب خودشون رو دارن. یک و از طرف دیگه دانشجویان و دانش آموختگان و حتی علاقمندان و فعالان اجتماعی که میتونن احیانا با یک سری اصول و پرینسیپ‌های اولیه برای انتشار یک مقاله علمی مشارکت کنند، بتونیم این پل رو هم بین اینها برقرار کنیم. فاکتور سوم که فاکتور خوب گسترده‌تری است، یا شاید میشه گفت تیر در تاریکی است، ولی به هر ترتیب به یک فضای عمومی است و جزء اهداف پیش بینی شده برای این نشریه هم هست، این است که اساساً بین آنچه که دانش آموختگان و علاقمندان و نویسندگان در حوزه‌های مسائل اجتماعی منتشر می‌کنند پیوند ایجاد کنیم با کسانی که مخاطبان عمومی هستند، یعنی مردم عادی که احیانا در حوزه‌های آموزگار، اقشار کارگری، اقشار طبقه متوسط، کارمندان و همه افرادی که هم از زن و مرد میتونن به عنوان مخاطبان بالقوه بسیار از مسائلی که در جامعه وجود داره و طبیعتاً گریبان اونها هم در گوش و کنار خیابان‌ها و زندگی روزمره میگیره رو ببینند، مطالعه کنند و قدری در اون تعمق کنند. خب شما راجع به جامعه شناسی ایران تحقیق میکنین و یک فضایی رو برای عرضه تحقیقات بقیه در اختیار میگذارید. تا چه حد میتونین در ارتباط باشین با همکارای جامعه شناستون در ایران و آیا با مشکلاتی هم مواجه هستید؟ بی تردید نگرانی هایی در بین دانش آموختگان جامعه شناسی ایران در ارتباط با این نشریه وجود داره. بسیاری خب پرهیز میکنن از اینکه وارد عرصه هایی بشن که مبادا حتی حداقل سوء ظن هایی برای اونها ایجاد بشه، احیانا سبب ساز مسئولیت یا مسئله‌ای برای اونها در فضاهای تنگ سیاسی و اجتماعی در ایران بشه. این از یک سوست. از سوی دیگر هم این نکته وجود داره که بی تردید با وجودی که بسیار از دانش آموختگان به اصطلاح در محیط‌های آموزشی وارد عرصه‌های آموزشی و تدریس میشن، ولی متاسفانه توان نگارش و تدوین آنچه که میاندیشند به صورت نوشتاری قدری دشوار هست. من رو شاهد هستم چه در ایران چه در حد در این پروسه انتشار نشریه که بسیار از افراد هستند که در محیط‌های حتی دانشگاهی و پژوهشی مشغول فعالیت‌های علمی و پژوهشی هستند یا آموزشی به همین ترتیب سالیان سال هست که در این عرصه‌ها مشغول هستند و حتی دانشجویانی که علاقه‌مند هستند، ولی توانایی تدوین یا نگارش رو به اون معنایی که قابلیت انتشار به صورت مقاله حالا علمی یا نسبتاً علمی داشته باشه رو هم متاسفانه نداریم. گیرم این فضا این فرصت رو هم فراهم میکنه. یعنی ما آن سختگیری هایی که احیانا در نشریات علمی خاص وجود داره که احیانا سبب ساز رتبه های علمی برای اساتید دانشگاهی هم میشه یا محیط های پژوهشی، آن شرایط رو هم آنچنان سختگیرانه برخورد نمی‌کنیم که بتونیم فضا رو برای ورود افراد بیشتری برای یک گفتمان علمی فراهم بکنیم. این رو هم عرض بکنم که این نشریه به یک معنا هدفش در واقع توسعه یک اندیشه اجتماعی است. این که اساساً کنسپت‌ها و مسائلی که در جامعه وجود داره رو به راحتی نباید از کنار آنها گذشت، بلکه با یک نگاه شاید جامعه شناختی، با نگاهی از یک زاویه تئوری یا نظریه‌هایی که در این ارتباط وجود داره، با قدری تعمق لابلا و یا لایه‌های مختلف یک هزار توی یک مسئله اجتماعی رو به نحوی بشه گفت کشید بیرون. شاید این توضیح رو هم تکمیل بکنم که در کنار این نشریه ما یک اندیشکده دیگری هم داریم که البته قریب یک سال اندیست که تأسیس شده و بیش از 750 نفر دانش آموخته جامعه شناسی در اون عضو هستند و در همونجا هم ما به نحوی به مباحث خیلی پرکتیکال و عملی به اصطلاح یا حوزه‌های زندگی واقعی روزمره ما مردم میپردازیم که اونها در جای خودش جالب توجه است. میتونین برای ما بگین که مهمترین مسائلی که این نشریه طرح اونو در حال حاضر ضروری میدونه چه مسائلی هستن؟ طبیعی است که میگن بین مسئله اجتماعی با موضوع یا موضوع اجتماعی برای تحقیق تفاوت هست. یعنی ما میتونیم حتی در مورد گل و بلبل هم رابطه اونها هم با هم گپ و گفتگو کنیم و احیانا روش پژوهش کنیم تا اینکه روی رابطه بین فرض کنید اعتیاد و کودک آزاری یا اعتیاد و روسپیگری. بی تردید اون چیزی که تحت عنوان اعتیاد و روسپیگری است به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرحه. عمده هدف و کانون توجه این نشریه پرداختن به مسائل اجتماعی است. گیرم در کنار این به برخی مباحث روش شناختی یا نظریه شناختی هم میپردازه، ولی عمدتاً به مباحث جامعه شناختی در حوزه‌های کودکان، خانواده، زنان، جامعه شناسی حوزه‌های سیاسی،
در حوزه جامعه شناسی طبقات و همینطور نظریه‌ها و مسائل از این دست و روش‌های جامعه شناسی، به این حوزه‌ها بیشتر ما توجه داریم. گیرم که می‌دونید که دامنه حوزه‌های جامعه شناسی بسیار گسترده است، قریب بیش از 75 تا 85 حوزه در سطح جهانی برای اون تعریف شده، ولی ما طبیعتاً با توجه به توان اندکی که در جامعه ایران وجود داره به برخی از سرشاخه‌های اصلی این حوزه‌های جامعه شناسی در این نشریه می‌پردازیم. آیا خوانندگان و کاربرها میتونن برای یافتن آمارایی که در تحقیقات جامعه شناسی به کار گرفته میشن به این نشریه اینترنتی مراجعه کنن؟ بی تردید میتونن مراجعه بکنن، بی تردید میتونن با ذکر مأخذ از یافته‌ها و دستاوردهایی که دوستان، علاقمندان و نویسندگان در این نشریه منتشر کردن بهره ببرند. با خبر هستم که خب کم و بیشی از رفرنس هاست و اینجا اونجا میبینم که در بسیار از مقالات، نوشتارها و یا احیانا حتی کنفرانس ها یا حتی در سر کلاس های آموزشی دانشگاهی میبینیم که ذکر مأخذ میشه نسبت به این نشریه، ولی در این حال با خبر میشیم که خب دانشجویانی هم هستن که برای اینکه بتونن مشق‌های به اصطلاح دانشگاهی خودشون رو ارائه بکنن کپی برداری میکنن بدون ذکر مأخذ، که به نظرم میاد که به هر ترتیب این اخلاق علمی رو باید بی تردید در همه فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های از این دست رعایت کرد. آقای طایفی، بسیار سپاسگزاریم که وقتتون در اختیار